اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام خود به مجلس عالی تاکید نمودند که کروپسیا یکی از مانعهای جدی رشد باثبات کشور بوده، میتواند باعث کاهش یافتن اعتبار و آبروی دولت در عرصه بین المللی و نارضایی شهروندان از فعالیت ساختار و مقامات دولتی گردد. ضمناً بارها تاکید گشته است که خطر کروپسیا از خطر تروریسم و افراطگرایی کم نبوده، زیاده از این فسادکاری همچون عامل پیدایش و دامن پهن کردن های وزنین برآمد میکند. در این زمینه با مقصد عملی نمودن دستور و سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان امروز در بنای اساسی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان کنفرانسی علمی عملی جمهوریوی در موضوع تکمیل قانونگذاری ضد کروپسیونی، معماها و دورنمای رشد برگزار گردید. در کار کنفرانسی نمایندگان مقامات و اداره‌ها و عالمان و متخصصان اشتراک و برآمد کردند. نخست رکتور دانشگاه پروفسور مومن شریف زاده کنفرانس را افتتاح نموده، هیئت مهمانان را به اشتراکچیان معرفی کرد و برگزاری کنفرانس را برای عملی‌گردانی دستور و سپارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان مهم و سری‌وقتی دانست. در ادامه کنفرانس جمهوریوی انور سفرزاده پروفسور مدیر کافدره حقوق جنایتی و مقاومت با کروپسیا دانشگاه ملی تاجیکستان در موضوع مسئله‌های مبرم سیاست حقوقی جنایتی در سمت مقاومت با کروپسیا، ناظر کلان شعبه پیشگیری کروپسیا ریاست اگنتی دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت وصلیبک نظریان تحت عنوان نقش جامعه شهروندی در سمت عملی‌گردانی سیاست ضد کروپسیونی دولت معروضه کرد. در ادامه کنفرانس یاردمچی کلان پرکرار ولایت سوخت گلچهره غایب نظر و در موضوع ضرر کروپسیا به ثبات و امنیت جامعه دسنت کافدره حقوق صاحبکاری و بین المللی دانشگاه صمد بالتویف تحت نام مفهوم کروپسیا از نظر حقوق بین المللی، همچنین سرمعلم کافدره سیاست شناسی دانشگاه شراف‌الدین سولیف در موضوع کروپسیا چون ظهورات تهدید کننده به امنیت دولتی برآمد نمودند. ابراز گردید که مبارزه بر ضد کروپسیا فقط وظیفه مقامات حفظ حقوق نبوده، در این مبارزه تمام اهل جامعه، هر شهروند و جامعه شهروندی نیز باید بی‌طرف نباشند. در انتهای جلسه پلنری برای اشتراک فعالانه و معروضه‌های پرمحتوا به مهمانان و دانشجویان فعال تحفه‌های رمزی ریاستی دانشگاه تقدیم کرده شد.